من هم موقع خودمون عرب شناس میگیم با همین یک قطعه سعدی که با عربی نوشته است با همین خاتمه کنیم و خاتمه بخشیم به همین جلسه حضره و اگر من با عربی خودم من میدونم که بسیاری شما میفهمید که کدام شعری بیان شد. شعر عربی قطعه عربی سعدیه با عربی قطعه توجیکی فارسی توجیکی و عربی ترجمه کرده است وصاف همون مؤلفی تاریخ وصاف اگر شنیده باشید تاریخ وصاف همون مؤلف در همون کتاب خود تاریخ وصاف همین شعر جو کرده مثلا اذا هو الحمام وطين مطيب توصل من أيدي كريم إلى يدي فقلت له أنت مسك أو عبير فإني من رياك سكران معتدي أجاب بأني كنت طينا مظللا فجالست للورد الحيي بموحدي فأثر في خلقي كمال مجالسي وإلا أنا الترب الذي كان في يدي يعني فهمید که چیه در نظر دارم گل خوشبوی در همان روزی رسید از دست محبوب به دستم و دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی که هستم بگفتم من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم کمال همیشین بر من اثر کرد ولی من همان خاکم که هستم من یعنی که من با همون شما برای گل ها نشستم که یک چی را یاد گرفتم یک چی را یعنی خود در طبیعت من تشکل در نتیجه همراهی با شما در نتیجه سخنرانی شما